وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از قسمت دیگر از برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در قسمت‌های گذشته پیرامون سحر اشاراتی کردیم. در این برنامه می‌خواهیم برای شناخت ساحر که چه نشانه‌های وجود دارد تا ما ساحر را بشناسیم و یا انسان ساحر چی کسی است. حالا در جامعه ما افراد فراوانی هستند که به نام آقا و شیخ و فلان و فلان و فلان نام‌های دارند، دعاخوانی میکنند، تعویض میدن برای مردم. آیا همه اینها ساحرند؟ اگرچه بحث تعویض بحث جدایی هست که ما در موردش حرف زدیم، اما بخش دعاخوانی بعضی ها حالا دکان دارند، نه اونها را نمیگیم، افرادی که دعا میخوانند، رقیه شرعی میکنند. آیا همه اینها ساحرند؟ و یا این که علامات خاصی دارند؟ ساحران علامات خاصی دارند. بله، ساحران علامات خاص با خودشان را دارند. ما اگر خواسته باشیم انسانهای ساحر را بشناسیم، باید یک سری پس زمینه های برای خود داشته باشیم، یک سری علائمی را در پیش خود داشته باشیم برای معرفت انسان ساحر، تا ساحر و غیر ساحر را از هم تمیز بکنیم و بشناسیم. نشانه های متعددی دارن انسان های ساحر. یکی از این نشانه ها این است که وقتی شما در نزد ساحر برین، نام پدر، نام مادر، اینها را از شما میپرسه، یا حتی نام کاکا، نام ماما، نام فلان، اینها را، نام عمو، اینها را از شما پرسان میکنه. این اگر پرسان کرد نام شما را، نام پدر شما را، نام مادر یا نام دیگران را از شما پرسان کرد، بدانید که انسان ساحره. این نام ها را میخواه، به کار داره پیش خود. این یکی از علائم ساحر است. علامه دیگری که ساحر داره اینه که آثاری از بیمار و از مریض میگیره. مثلا میگه لباس خود بدی، زیر پیراهنی یا عرقگیر خود بدی، یا کلاه خود بدی، یا عمامه را بدی، یا دستمالی که کیسه خود داری بدی. حالا هر چی از آثار وجود انسان، حتی تار موی خود بدی. چی آثاری که در وجود انسان هست و چی آثاری که از وجود انسان فاصله داره، حالا هر کدام که باشه، از آثار بیمار میگیره چیزی را. این هم بدانیم که یکی از نشانه های ساحر است. هرگاهی که از شما طلب کرد، بدانیم که این انسان ساحره. نام طلب کرد، نام پدر، نام مادر و نام فلان و فلان، یا آثار بیمار را طلب کرد. این نشانه دوم. نشانه سوم انسان هایی که آنها ساحرن اینه که از شما طلب میکنه که حیوان مخصوصی را برای ذبح بیاورین. بیشتر گفتیم رنگ سیاه را طلب میکنه. مرغ سیاه بیاور، چیزی که مثلا در جامعه ما مشهور بود، انسانهای ساحر و انسانهای جادوگر این را طلب میکردن. گوسفند سیاه بیاور، مرغ سیاه، به مرغ سیاه خیلی علاقه دارند. مرغ سیاه بیاور. این مرغ را یا حالا هر چی که باشه حیوان مخصوصی را با رنگ مخصوصی طلب میکنه، این را ذبح میکنه. گفتیم که ذبح لغیر الله هست، که این شرک، آن را داخل خرابه می اندازه. این هم یکی از نشانه های ساحرین است و از خون این حیوان که ذبح کرده به وجود مریض و بیمار نیز میماله.
این هم یکی از نشانه های ساحرها هست، نشانه های جادوگران است که از شما همچون چیزهایی را طلب می کنند. و همچنین یکی دیگر از نشانه های ساحران این است که طلسم می نویسند. طلسم ها چیزهای غیر مفهوم که بعضی از این طلسم ها را اگر به یاد داشته باشین در برنامه های گذشته برای شما به نمایش گذاشته بودیم در بخش تعویضات که اینها به نام تعویض شرعی چی می نویسند. طلسم ها چیزهای غیر مفهوم، چیزهایی که از آنها طلب کفر و شرک هست و طلب کردن از شیاطین و جنیات و انسانها و غیر الله هست، اینها را می نویسند. این هم یکی از نشانه های ساحر است، یکی از نشانه های جادوگر است که انسانهای جادوگر از شما همچون چیزی را طلب می کنند. و همچنین از نشانه های ساحر و جادوگر اینه که اوراد و دعاهای غیر مفهوم میخوانه. یعنی چه؟ یعنی دعاهایی که اصلا شما نمیدانید. باور کنین روزی رفته بودیم در نزد یکی از این دجال ها، حالا نه برای طلب کردن چیزی، فقط برای این که این شخص را بفهمانیم که تو در کفر و در شرک و در زندقه و الحاد داخل هستی. افرادی آمدن که دعا بخوانند. برای آنها گفت فعلا من مهمان دارم، حالا برین بیرون. مهمان ها ما بودیم، من بودم و یکی از اساتید. گفت حالا مهمان داریم بریم بیرون. من برایش گفتم که جناب شیخ چی میشه که حالا ما همینجا نشسته باشیم شما طلسم بخوانید؟ بخوانید. گفت من طلسم هایی دارم میخوانم که مناسب برای شما نیست. گفتم چرا؟ گفت که اگر شما اینجا باشید شما را شب اذیت میکنن جنیات. خب منم گفتم که مشکلی نیست، باشه که من را اذیت بکنن، بگذار که بیاین طلسم ها را بخوان تا من هم بشنوم، چی مشکلی داره؟ گفت نه شما را اذیت میکنن. هرچی اصرار کردم گفت نه شما را اذیت میکنن. بسیار خوب. طفلکی داشت آمد داخل خانه نشست. گفتم که جناب شیخ وقتی شما طلسم ها را میخوانید این طفل در کنار شما هست؟ گفت بله. گفتم چگونه است که من با این بزرگی برای من این طلسم های شما ضرر میکنه اما به این طفل نمیکنه؟ گفت نه این از خانواده خودم هست، این فرق میکنه. چون نمیخواست که این شرکیات را، حالا اون مردم بیچاره بی سوادی که در اونجا هستند، مردمی که از دین چیزی اطلاعی ندارند و در نزد همچون انسانهای دجال میآیند، اونها نمیدانند که این چی میخواند. چون میدانست که اگر این طلسم ها را بخواند در این طلسم ها کفر و شرک و زندقه و الحاد وجود داره و بدون شک ما مچش را میگرفتیم، به سرش اعتراض میکردیم، آبرو و حیثیتش به نزد مریضهایش میرفت، ولی جرأت نکرد به خاطری که اوراد میخوانند، شرکیات میخوانند که از شیاطین کمک میخوان، از جنیات کمک میخوان، کمک طلب میکنند، نامهای شیاطین را میخوانند، نامهای اجنه را میخوانند، یا فلان یا فلان یا فلان، از جنیات کمک میخوان، نامهای جنیات را به صورت مستقیم طلب میکنن، از آنها کمک میخوان و احیانا در داخل اینها آیات قرآن هم میخوانند یا کلمات عربی میگن که مریض بیچاره فکر میکنه عربی خوانده، فکر میکنه قرآن کریم خوانده، مثل که یکی از دوستا میگفت که یک پیرزنی، حالا این داستان فکر کنم حقیقت داشته باشه، حالا به هر صورت میگفت که یک پیرزنی فوتبال نگاه میکرده، فوتبال با زبان عربی، زار گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ میگه قرآن میخوانه. قرآن نمیخوانه، این اطلاع میده که فوتبال هست. بعضی از مردمی که به قرآن کریم، از قرآن کریم آگاهی ندارن، قرآن را نمیشناسن، هر عربی را فکر میکنن که قرآن هست. میگن شخصی آمد در یک از کشورهای عربی، بعد که رفت گفتن چی دیدی در اونجا؟ گفت که خیلی آنها پیشرفت کردن. چی پیشرفت؟ گفت یکی از پیشرفت‌های آنها این است که جنگ هم میکنن قرآن میخوانن، راه هم میروند قرآن میخوانن، قسم میکنن قرآن میخوانن.
این فکر میکرده که همین زبان عربی هر چی که باشه قرآنه. دو نفر با هم دیگر جنگ میکنن، میگه اینا قرآن میخواندن با هم دیگر، در حالت جنگ قرآن میخواندن. مردمی که از قرآن اطلاعی ندارن فکر میکنن قرآن خواند، در حالی که شاید به زبان عربی این انسان دجال از شیاطین و جنیات کمک خواسته. اوراد غیر مفهوم، طلسم‌های بی معنا میخوانه برای اینکه شیاطین و جنیات را از آنها کمک بخواه. احیانا گفتیم در لابلای اینها آیات قرآن هم میخوانه. الحمدلله رب العالمین بعد شروع میکنه به طلسم خواندن برای که این طرف را فریب بده، این بیچاره را فریب بده که من آیات قرآن را به سر تو میخوانم، رقیه میکنم تو را رقیه شرعی. این یکی از نشانه های دجالان و جادوگران است که اوراد و طلسم های غیر مفهوم و چیزهایی که بی معنا هست میخوانند. و همچنین یکی دیگه از روش هایی که انسان میتونه این انسان ها را بشناسه و یکی از نشانه هایی که این انسان های دجال شناخته میشن اینه که بالای مریض چادر میاندازند، پتوی را یا چادر را، هر چی را میاندازند که این پتو و این چادر با اشکال مربع، چارگوش، اشکال در روی این کشیده هست، میاندازند بالای سر این مریض و بالای این چادر اشکال مربع و چارگوش هم هست و همچنین الفبای هم نوشته است. این را میاندازند بالای مریض. این هم یکی از نشانه هایی است که ساحران استفاده میکنند و جادوگران استفاده میکنند. و همچنین یکی دیگر از این نشانه هایی که اینها استفاده میکنند اینه که مریض را از ملاقات با مردم منع میکنند. مثلا میگه 40 روز با کسی حرف نزن یا 2 روز با کسی حرف نزن. حالا هر چی که خودش، هر ساحری برای خود روشی دارد و به گونه مردم این شخص را از سخن زدن با مردم منع میکنه. یا میگه آفتابی نشو، از آفتاب نفر را منع میکنه. میگه داخل آفتاب بیرون نشو، آفتاب تو را نبینه. این هم یکی از علائمی هست که انسان‌های ساحر استفاده میکنند. هرگاهی که دیدین شخصی از سخن زدن شیخی و ملایی و هر کسی که باشه به نام دعاخوان مردم را از سخن زدن، شخص مریض را از سخن زدن با مردم منع کرد یا از آفتابی شدن شخص منع کرد، بدانین که انسان ساحر است. هیچ هدفی ندارد جز این که این انسان ساحر است و میخواهد از این طریق سحر خود را برای مردم بقبولاند و برای مردم تأثیر گذار بکند. و یکی دیگر از نشانه هایی که انسان های ساحر دارن اینه که شخص را برای مدتی از خوردن و نوشیدن آب، از نوشیدن آب منع میکنه. حالا هر مدتی که باشه میگه آب ننوش، آب ننوش. این هم یکی دیگر از علاماتی است که انسان میتونه انسان ساحر را بشناسه. هرگاهی هر دعاخانه، هر کسی را که دیدین که این کار را کرد و برای مریض بیچاره، برای شخصی که سحر شده این چیزها را گفت که انشاءالله ما در برنامه‌های آینده اگر خداوند متعال خواست نشانه‌های برای سحر بیان خواهیم کرد که شخصی که سحر میشه دارای چی علائمی هست، که آیا هر نوع مریضی سحر است یا نیست، یا شخصی که سحر شده دارای علائم خاصی هست که انشاءالله در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد. اما در اینجا به این نکته اشاره میکنیم که این شخص بیمار توسط شخص ساحر برای مدتی از نوشیدن آب منع میشه، میگه ننوش. و همچنین علائم دیگری هم وجود دارد که حالا یک میان برنامه میگیریم و انشاءالله بعد از میان برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در ادامه برنامه خواهیم بود. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی،
بعضی از نشانه ها و علائمی که برای شناخت ساحر برای ما کمک میکند تا ساحر را بشناسیم به خدمت شما بیان کردم. بعضی دیگر از علائم و نشانه های دیگری هم هست که برای ما کمک میکند تا اینکه انسان ساحر را بشناسیم. یکی دیگر از اینها، از این علائم و نشانه ها، این است که شخص ساحر برای بیمار چیزهای خاص میده، میگه اینها را دفن کن. مثلا یک پارچه ای را میده، یک کاغذی را میده، یا نخه هایی را با هم میپیچانه، اینها را بند میکنه، میپیچانه، بند میکنه، بعد میگه اینها را دفن کن. این هم یکی دیگر از نشانه هایی است که انسان ساحر را انسان میتونه بشناسه. انسان ساحر از این طریق هم شناخته میشه. گفتیم تکه‌ای را، کاغذی که در اون طلسم هایی داره نوشته، یا به هر صورت چیزهایی نوشته، یا اشکالی در اون نوشته هست، طلسم ها هست، و یا اینکه اشیای دیگری هست. هر شیئی که داد، هر چیزی که داد که بگیر این را دفن بکن. مثلا میگه در دروازه خانه خود در اونجا جای را حفر بکن، بکن، بعد در اونجا دفن کن. یا داخل خانه خود جای زیر فرش آن را نگه دار، یا داخل خانه خود جای را بکن، آن را بگذار، بعد رویش را بپوش. این یکی دیگر از نشانه هایی است که انسان ساحر را انسان میتونه بشناسه و کمک میکنه برای شناخت انسان، کمک میکنه برای اینکه انسان ساحر را بشناسه، چون این یکی دیگر از نشانه های ساحرین است. و همچنین دودی ها میده، این یکی دیگر از نشانه ها هست. مثلا کاغذهایی را میده که در اون طلسم ها هست، حتی بعضا باور کنین که آیات قرآن نوشته است، میگه بگیر این را بسوزان. این شخص بیچاره هم دیدم افراد فراوانی که افراد به نام شیخ، به نام دعاخان، دکانداران متاسفانه که به نام دین سوء استفاده میکنن، کاغذهایی را برای سوختاندن میده، بعد این کاغذها را این شخص میگیره و میسوزانه بدون اینکه ببینه در اونجا چی نوشته است. حتی گفتم در بعضی از اینها آیات قرآن نوشته است. آیات قرآن را به سر یک مسلمان میسوزانه، آتش میزنه، اما مسلمان نمیدانه، چون توکل کرده به غیر خداوند، چون توکل کرده به این سحر این انسان دجال، توکل کرده و اعتماد کرده به این انسانی که نه به خدا ایمانی داره، نه به پیغمبر ایمانی داره، نه به اسلام اعتقادی داره، نه به قرآن اعتقادی داره، کافر بالله است، به این اعتقاد کرده، توکل کرده به این. کاغذهایی را میده برای سوختاندن، حتی گفتیم آیات قرآن در بعضی از اینها نوشته است. و یا دودی ها میده، دودی ها به شکل تکه هست، به شکل تکه هست، گاهی اوقات تکه ها، پارچه ها، گاهی اوقات هم به شکل میگیره، مثلا یک نخی را آن را گیره میزنه، چند تا گیره میزنه، 1 2 3 چند تا میزنه، بعد میده دست مریض، میگه این نخ را، این ریسمان را، ریسمانی که از نخ هست، این را بگیر بسوزان و جدا جدا میکنه اینها را. یکی مثلا میگه صبح بسوزان، یکی را شب بسوزان، شام که شد بسوزان، به همین ترتیب یکی را صبح، یکی را شب، یکی را صبح، یکی را شب، یا بعضی ها وقت معینی داره، نصف شب بسوزان، وسط روز بسوزان، یا در روز یکی بسوزان. دیدم افراد فراوانی که این کار را بیچاره ها میکنن. این نخی را که داده، ریسمان را که داده، روزانه اونجا نشسته، اون را آتش میزنه، دود میکنه. این دودی ها را میده برای انسان ها که تو از اینها استفاده بکنند. این هم یکی از علائمی است که انسان های جادوگر دارن که دودی میدن یا کاغذ میدن برای اینکه آتش بزنی. و یا اینکه این فرد در بحث اول در اوائل گفتم که طلسم های غیر مفهوم میگه، در چیزهای غیر از طلسم ها، چیزهای غیر مفهوم، چیزهایی که نامفهوم است، فهمیده نمیشه، زمزمه میکنه
کلماتی که اصلا شما آن را نمیفهمین، درک نمیکنین که چی میگه، یا اصلا صدا را از داخل دهان خود بیرون نمیکنه، از بینی خود بیرون میکنه صدا را، چیزی را زمزمه میکنه از بینی خود، دهانش کاملا بسته است. حالا نمیخوام که من اینجا به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به چی شکل زمزمه میکنه خارج بکنن، از خود این صدا را خارج بکنم که تا تشبیه به این انسانهای دجال نشه. ولی برای وضاحت فقط همین قدر میگویم که بعضی از اینها دهان را میبندن، از بینی خود صدا را خارج میکنن، صداهای غیر مفهوم شما نمیدانید. این هم یکی از نشانه هایی هست که این انسانهای ساحر و جادوگر برای مردم به ارمغان میارن، یا علائمی است که انسان میشناسه که این انسان دجال جادوگر است. و یا اینکه وقتی شخص مریض به نزد او میره، برای او میگه که نام تو چیست، نام پدر تو چیست، نام مادر تو چیست، نام خواهر تو چیست، نام فلانی چیست، به فلان جا سکونت داری، به فلان جا نشست میکنی، دیشب فلان کار کردی، دیروز فلان کار کردی. این شخص تعجب میکنه، کرامات؟ نه بابا، کرامات کجاست؟ این ساحره، این انسان ولی نیست، این انسان ولی خدا نیست، ولی شیطانه، این انسان از جمله اولیاء الله نیست، اولیاء شیطانه. بعضی ها میگه بله کرامات داره. اولا بحث کرامات تا این بحث سحر فرق میکنه. کرامات در اختیار شخص نیست، انسان غیر اختیاری کرامات از او سر میزنه. نه اینکه بیای بگه نام پدر تو چیست، نام مادر تو چیست، نام خواهر تو چیست، نام پدر تو چیست، در فلان جا سکونت داری، در فلان جا می نشینی، دیشب چی کردی، امروز چی کردی. اینها از علائم ساحرین است که شیاطین و جنیات برای اینها اطلاع میده. این ساحرین هم اینها خیلی دروغگو هستند که ان شاء الله در برنامه‌های آینده اگر پروردگار سبحانه و تعالی به ما توفیق داد این موضوع را بیشتر واضح‌تر به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد که این انسان‌ها چقدر دروغگو هستند، چقدر دروغ میگویند، چقدر چیزهای خلاف واقع و غیر واقع برای مردم میگویند و برای مردم جلوه میدهند که گویا نعوذ بالله اینها کرامات دارند که الله سبحانه و تعالی اینها را لعنت کرده، چون اینها دروغگو هستند، اینها کافر هستند، اینها زندیق هستند، اینها دجال هستند. الله سبحانه و تعالی همه مسلمان ها را از شر اینها حفظ بکنه. این علائمی است، این مجموع علائمی بود که البته بعضی از علائمی بود که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به صورت اختصار بیان کردم. امید است که برای تک تک از من و شما این موضوع واضح شده باشد تا اینکه انسان‌های ساحر را به صورت درست و به صورت واضح بشناسیم تا از شر اینها در امان باشیم. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا قسمت بعدی. همه شما در پناه حضرت ایزد منان قرار داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.